سلام و درود خدمت خواهر برادرای عزیز و دوستایی که اینجا هستن و خواهر برادرایی که از طریق کانال یوتیوب برنامه ما رو میبینن، چه به صورت زنده و چه اینکه بعداً هر وقت کردن برنامه ما رو میبینن. سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که امروز دور هم جمع شدیم به نام عیسی مسیح و با هم دیگه میتونیم نامونو جلال بدیم و شکرگزاری کنیم و ستایش کنیم نام عیسی مسیح رو. میخوام با یک دعا این جلسه رو شروع کنم و ازتون دعوت میکنم که با هم دیگه دعا کنیم. عیسی مسیح شکرت به خاطر اومدنت و شکرت به خاطر اینکه تو ما رو نجات دادی و این فیضت باعث شد که ما رابطمون با پدر برقرار بشه. خداوندا تو گناهان ما رو بخشیدی و خداوندا تاوان گناهان ما رو دادی. خداوندا زندگی جدید بهمون بخشیدی. خداوندا از تو میخوام که تو این جلسه و کنار ما باشی و خداوندا بذار تو این لحظه خداوندا قلبمون باز بشه، همه استرس ها، همه نگرانی های روزمره رو خداوندا فراموش کنیم و فقط به تو فکر کنیم. خداوندا بذار تمرکزمون روی تو باشه، روی کارهایی که تو توی زندگیمون انجام دادی. این یک ساعت مشکلات رو فراموش کنیم و خداوندا تو رو پرستش کنیم. خداوندا روحت تو بفرست و قلب‌های ما رو پر از روحت کن تا امروز تو رو بیشتر درک کنیم و بیشتر بشناسیم. دعا کردم در نام عیسی مسیح، آمین. یک آیه از کلام مقدس میخونم از کولوسیان. مگر شما با مسیح زنده نشدید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. آمین. ازتون دعوت میکنم بلند شید و با هم دیگه آهنگای پرستشی رو بخونیم. در پی قدم های تو مرا نزدیکتر ببر، نه بر در خانه خود بلکه عمیق‌تر ببر. دستم در دستان توست چون از صحن‌ها بگذرم، چه عجیب و حیرت ساز چون در قدرت زانو زنم. میشنوم ستایش ها، فریاد شوق و سرود، اما مرا جلوتر خوان به حضوری پر ز نور. خواهم جلالت را بینم از پس پرده قدس، چون با خون بر آیم که شد قربانی نخست. میخواهم زیبایی رویت را بینم، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن. در شاهم عیسی جلالت را ببینم، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن. چون روی تو بر من تابد، در کنم ناپاک لبم. تقدیس کن با آتش خود تا که پیغامت دهم،
چشمان جانم را بگشا تا مانند حزقیان بینم آن شکوه آسمان پرستشی پر جلال، نه که در بوته آتش یا که در ابری غلیظ، بلکه در عهدت در عیسی روحت را بر من بریز. بگذار پر گردم ز روحت با آتش و غیرتت تا شوم شاهد امین پر ز فیض و حکمتت. میخواهم زیبایی رویت را بینم، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن در شاهم عیسی جلالت را ببینم. مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن. میخواهم زیبایی رویت را بینم، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن در شاهم عیسی جلالت را ببینم. مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات کن، مرا ملاقات پدر آسمانی جلال باد بر نام تو، از حال تا ابد تو لابد، از حال تا ابد تو لابد. زانوها در نزدت خم شود چون بینند جلال و شکوهت، دستها به سویت گشوده تا ابد تو را ستاید. هر زانویی خم شود، هر زبانی اقرار کند تو خداوندی، خداوندی، تو خداوندی، تو خداوندی، تو خداوندی، تو خداوندی عیسی، تو خداوندی، تو خداوندی. هاللویا، هاللویا، هاللویا. Hallelujah.
برای کار بی‌نظیرت. نام تو جلال بیابد از حال تا ابد. آمین. آمین آمین. خدا رو شکر میکنیم و خداوند برکت بده همه کسایی که خدمت میکنن و آهنگ درست میکنن، آهنگهای پرستشی. امروز من اول اعلانات رو اعلام میکنم در مورد اینکه فردا جلسه کلیساست و کسایی که اعضای رسمی کلیسا هستن ساعت 7 میتونن کلیسا باشن و تو این جلسه شرکت کنن و کانال اینستاگرام و یوتیوب ماست که هر سری اعلام میکنیم برای کسایی که تازه به جمع ما اضافه شدن و برنامه ما رو میبینن که میتونن با فالو کردن اون از اخبار و آیه های روزی که اونجا میذاریم، ویدیوهایی که میذاریم استفاده کنن و همچنین و توی اینستا میتونید دایرکت بدید و اونجا ارتباط برقرار کنید و برادرامون جواب سوالاتون رو میدن اگه سوالی داشته باشید، اگه مشکلی داشته باشید. و اینکه امروز برادرمون الکس مهمون کلیسای ماست و از کلیسای پنتکاستی سالزبورگ و این دومین باره که دعوت ما رو قبول کردن و این افتخار داریم که پیشش باشیم و از کلامش بشنویم با موضوع رابطه شخصی با خداوند. و اینکه ما کلاس‌های شناخت مسیح رو داریم، همون آلفا کورس قدیم خودمون که به آلفا کورس معروف بود، برای آماده سازی و اینکه حالا ما ایرانی ها و فارسی زبان ها میگیم آماده سازی برای غسل تعمید. اما اینکه بهترین کلاسه به نظر من که تو شناخت پیدا کنی هر کسی در مورد عیسی و در مورد اینکه چرا باید عیسی می اومد و چرا باید قربانی میشد و چجور عیسی زنده است. این اگر سوالی داری که هنوز بهش نرسیدی، هنوز شکی داری که واقعا چرا ما عیسی رو خدا میدونیم، چرا باید عیسی می اومد، میتونیم تو این کلاس ها شرکت کنی و خیلی از سوالایی که تو ذهنت هست تو این کلاس ها به جواب میرسی و میتونید شرکت کنید. و اگه خواستید، اگه میخواید آنلاین شرکت کنید، اگه سالزبورگ نیستید، میتونید با برادر جواد که شماره‌اش رو پایین گوشه سمت راست نوشته، میتونید باش ارتباط برقرار کنید. بهتون اطلاعات میده که از ساعت چند و با کدوم برنامه برگزار میشه کلاس. من دعا میکنم و دعوت میکنم برادرمون رو الکس رو تا موعظه‌ش رو امروز برای ما شروع کنه. خدای پدر، شکرت به خاطر فرزندت و شکرت به خاطر این کلامت که خداوندا این کلام زنت که ما هر روز ازش استفاده میکنیم و برای زندگی ما و نشون دهنده اینه که چجور باید درست زندگی کنیم. خداوندا دعا میکنم برای برادرمون الکس، خداوندا برای خدمتی که انجام میده، برای موعظه‌ای که امروز آماده کرده، خداوندا به کلامش و به زبان قدرت بده که خداوندا اون کلام توی قلبای ما بشینه. خداوندا بهش این قدرت رو بده که مکاشفه‌ای که انجام میده توی قلبای ما بشینه و ما تو رو بیشتر بشناسیم و تو رو بیشتر درک کنیم. خداوندا این قلبای ما رو باز کن، بهمون حکمت بده، کلامی که میشنویم خداوندا درک کنیم و بذار اینو توی زندگیمون به کار ببریم. دعا کردم در نام عیسی مسیح، آمین. دعوت می‌کنم برادرمون. سلام میکنم منم به نام خودم به همه شما عزیزانی که اینجا حضور دارید و همینطور کسانی که آنلاین ما رو میبینن. و امروز روز پدر هست. جا داره تبریک بگیم به همه پدرانی که
هستن اینجا حاضر هستن و همینطور کسانی که آنلاین دارن برنامه ما رو میبینن. و دوست دارم از ته قلبم همینطور به پدر آسمونیمون این رو تبریک بگم، چون پدری هست که قلبش واقعا برای ما میتپه. پارسال دقیقا روز پدر بود که یک موعظه داشتم اینجا و موضوع اون موعظه شناخت قلب پدر بود. امروز میخوام در مورد رابطه حرف بزنم که رابطمون رو چجور با پدر بازسازی کنیم. قبل از اون کوتاه خودم رو معرفی کنم. الکس نیسن هستم، از 2018 توی سالزبورگ اتریش هستم و اصالتا هم بچه شیراز هستم. از کلیسای پنتکاستی سالزبورگ میام و اینکه نام کلیساها فقط یه اسمه، کلیسای باپتیست و کلیسای پنتکاستی. مهمه که هممون در نام عیسی مسیح با هم دیگه اتحاد داریم و میخوایم جلال بدیم نام عیسی مسیح رو. هدف هممون شناخت پدر هست و ارتباط با اون و نام کلیساها مهم نیست، مهم اون اتحاد همدیگه هست در عیسی مسیح. خب موضوع امروز با 2 تا سوال کوتاه شروع میکنیم، بعد یه ذره توضیحات داره. سوال اول، مسیحیت چیست؟ مسیحیت رابطه شخصیمونه با خدا. و سوال دوم، بهترین الگو برای ما در رابطه با پدر کیه؟ که جوابش میشه عیسی. پس کل موعظه ما این 2 تا سواله. حالا میخوام توضیح بدیم در مورد رابطه که اصلا رابطه چیه، هدف از رابطه چیه، شروع رابطه رو کی انجام میده. و آیه زیاد دارم، زیاد میریم تو کلام و دوست دارم که هر چیزی رو میگم یه منبع ازش داشته باشم از کلام مقدس که ببینیم خدا واقعا داره این رو به ما نشون میده. خب سال بعدی، آیا اصلا خدا میخواد با ما رابطه داشته باشه یا نه؟ آیا اصلا خدا دوست داره با ما، با انسان گناهکار رابطه داشته باشه یا نه؟ جوابش مسلماً بله هست. اگه خدا ما رو دوست نداشت ما رو اصلا خلق نمیکرد. هدف از خلقت انسان این بود که خدا ما رو آفرید که ما رو محبت کنه و با ما در رابطه بمونه. شروع کننده رابطه کیه؟ خود خدا هست. همونطور که میدونید تو باغ عدن انسان بعد از انجام گناه، بعد از سقوط انسان میره خودش رو قایم میکنه از خدا و این خدا است که میاد تو باغ دنبال انسان میگرده. و اونجا توی پیدایش 3:9 خدا میاد تو باغ عدن و میگه ای آدم کجا هستی؟ در ابتدا رابطه انسان و خدا با هم دیگه درست بود. این رو تو پیدایش 3:8 میبینیم که خدا با انسان توی باغ عدن راه میرفت. پس رابطه انسان با خدا درست بود تا زمانی که گناه اتفاق افتاد و بعد از گناه انسان رابطه انسان با خدا خراب شد. در مورد رابطه میتونیم بگیم که خداوند خودش رابطه هست، همونطور که خدا خودش محبت هست. خدای مسیحیت یا همون تثلیث، پدر، پسر و روح القدس، میبینیم که خودشون با همدیگه در رابطه هستن و خود خدا با همدیگه در رابطه هست. 3 شخصیت تثلیث از ازل تا ابد با همدیگه در رابطه هستن و از همدیگه جدا نیستن. حالا براتون مثال میارم که خدای پدر میاد پسر رو جلال میده، پسر خدا رو جلال میده و این وسط روح القدس داره کار میکنه. پس خدا دوست داره که ما رابطه داشته باشه. توی خروج 33:14 خدا میگه به موسی و قوم اسرائیل میگه من خودم همراه شما خواهم آمد و به شما آرامش خواهم بخشید. خدا ما رو فرزندان خودش مینامه و ما رو هم ارث فرزند ارشد خودش مسیح قرار میده و ما هم در جلال عیسی شریک هستیم.
به همین خاطره که خدا خودش دنبال انسان گم شده میاد و اون رابطه رو که انسان با گناه خودش خراب کرد خدا میخواد خودش درست کنه. خدا خودش یه راه حل میاره، یه راه نجات میاره به اسم عیسی مسیح که از طریق این راه ما بتونیم دوباره وصل بشیم به پدر. خب گفتم که خدا دنبال انسان گم شده هست. این رو میام توی پیدایش میبینیم که خدا میاد دنبال انسان، میگه ای آدم کجا هستی؟ یک مثال بسیار بسیار قشنگتر رو توی لوقا 15 میبینیم، توی مسئله پسر گم شده که اونجا عیسی خودش این مثال رو میزنه. با هم دیگه میخونیم این رو. میگه برای آن که موضوع بیشتر روشن شود عیسی این داستان را نیز بیان فرمود. مردی 2 پسر داشت. روزی پسر کوچک به پدرش گفت پدر، میخواهم سهمی را که از دارایی تو باید پس از مرگت به من به ارث برسد از همکنون به من بدهی. پس پدر موافقت نمود و دارایی خود را بین 2 پسرش تقسیم کرد. چیزی نگذشت که پسر کوچکتر هر چه داشت جمع کرد و به سرزمینی دوردست رفت. در آنجا تمام ثروت خود را در عیاشی‌ها و راه‌های نادرست برباد داد. وقتی تمام پولهایش را خرج کرده بود، قحطی شدیدی در آن سرزمین پدید آمد، طوری که او سخت در تنگی قرار گرفت و نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. پس به ناچار رفت و به بندگی یکی از اهالی آن منطقه درآمد. او نیز وی را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. آن پسر به روزی افتاده بود که آرزو می‌کرد بتواند با خوراک خوک‌ها شکم خود را سیر کند. کسی هم به او کمک نمی‌کرد. سرانجام روزی به خود آمد و فکر کرد در خانه پدرم خدمتکاران نیز خوراک کافی و حتی اضافی دارند و من اینجا از گرسنگی هلاک می‌شوم. پس برخواهم خواست و نزد پدر رفته به او خواهم گفت ای پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود بدانی. خواهش میکنم مرا به نوکری خود بپذیر. پس بیدرنگ برخاست و به خانه پدر به راه افتاد. اما هنوز از خانه خیلی دور بود که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به استقبالش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید. پسر به او گفت پدر، من در حق خدا و در حق تو گناه کردم و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود بدانی. اما پدرش به خدمتگزاران گفت عجله کنید، بهترین جامه را از خانه بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به دستش و کفش به پایش کنید و گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا جشن بگیریم و شادی کنیم. چون این پسر من مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شد. پس ضیافت مفصلی برپا کردند. خب خیلی نکته داره. موضوع اول میگه عیسی میگه چی؟ برای اینکه موضوع بیشتر روشن شود. چه موضوعی بیشتر روشن شود؟ اینکه خدا از بازگشت ما خوشحال میشه. خدا دوست داره ما برگردیم به سوی خدا و اینکه خدا خودش قدم اول رو برمیداره برای ایجاد رابطه دوباره. نکته دوم میگه نزد پدر رفته که نشون از بازگشت به سوی پدر حقیقیه. نکته سوم میگه در حق تو گناه کردم، داره توبه میکنه. چهارمی میگه لیاقت این رو ندارم. این برای همه ما صادقه، ما لایق نبودیم ولی این فیض خدا بود که شامل حال ما شد. نکته پنجم میگه اما هنوز از خانه خیلی دور بود و پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به استقبالش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید. وقتی که ما از خدا دور بودیم، خدا باز هم ما رو میبینه. خدا باز هم به ما توجه میکنه. ما برای خدا مهمیم. خدا نسبت به وضعیت ما بی تفاوت نیست، حتی موقعی که تو گناه هستیم، حتی موقعی که از خدا دور هستیم. و خدا محبته. این محبت رو فقط تو خدای مسیحیت هست که ما میتونیم بگیم. تو ادیان دیگه هیچ وقت نمیاد بگه خدا محبته. ممکنه به ظاهر بگن ولی تو اون کتابشون چیز دیگه نوشته. همیشه از جنگ و خونریزی و کشتن و اینا هست. ولی مسیحیت میگه چی؟ میگه خدای ما محبته. و خدا خوشحال میشه که از اینکه تو به سوی اون بازگشت کنی
و خوشحال میشه از این برقراری رابطه دوباره. نکته ششم میگه جامه به تنش کنید. جامه نشانی از تعلق داشتن به خانواده هست که اون ردار رو میندازن روی دوشش، یعنی متعلق به این خانواده هست. انگشتر نشان اقتدار و پادشاهیه و کفش نشان تغییر هویته. توی اون زمان کسی که کفش پاش نبود برده یا بنده بود و کسی که کفش داشت نشان شاهزادگیه. و این هر ستای این جامه و انگشتر و کفش هر ستاش نشونه هویت ما هست در خداوند، که خداوند وقتی ما به سوی اون بازگشت میکنیم خدا به ما هویت جدید میده. ما فرزندان خدا میشیم، از بندگی میایم به سمت شاهزادگی، از بندگی میایم به سمت فرزندی، فرزند خدا میشیم. این خیلی قشنگه. توی دینهای دیگه بهش میگن کفر، میگن کفر کتاب عیسی رو فرزند خدا میخونی، ولی ما میگیم ما عیسی که فرزند خدا هستی چی، ما هم فرزند خدا میشیم. نکته بعدی میگه جشن بگیریم و شادی کنیم. وقتی یک نفر به سوی خدا بازگشت میکنه در آسمون واقعا جشن برپا میشه و این رو میتونیم توی دو تا مثال بعدی توی همین لوقا 15 ببینیم، جایی که یکی مثال گوسفند گم شده هست و یکی مثال سکه گم شده. توی مثال گوسفند گم شده آخرش اینجوری نوشته میشه: به همین صورت با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ میدهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان نشدند. توی مثال سکه گم شده آخرش باز اینو میگه به همین سان فرشتگان خدا شادی میکنند از اینکه یک گناهکار توبه کند و به سوی خدا بازگردد. خب چند تا مثال میخوام بزنم براتون از رابطه خدا با انسانها توی عهد عتیق. اولش که توی پیدایش همون 3:8 بود که خدا با آدم و حوا توی باغ راه میرفت. این یک رابطه است دیگه. دومیش با خنوخ بود که توی پیدایش 5:24 میگه خنوخ با خدا میزیست و خدا او را به حضور خود بالا برد و دیگر کسی او را ندید. خیلی قشنگه. میگه خنوخ با خدا میزیست، با خدا زندگی میکرد. بعدش با موسی توی خروج 33:11 میخونیم. میگه خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو میکند با موسی رو در رو صحبت میکرد. رو در رو یعنی نزدیک، یعنی رابطه نزدیک، یعنی همدیگر رو میبینی، صدای همدیگر رو میشنوی. حتی من میگم به این نزدیکی که وقتی حرف میزنی این نجوایی که از دهنت میاد بیرون، اون هوایی که از دهنت میاد بیرون بخوره تو صورت نفر روبرویت. رابطه خدا با موسی اینجوری بود، رو در رو. و خداوند میخواد با تک تک ما رابطه شخصی داشته باشه. خدا فرزند میخواد، نوه و نتیجه نمیخواد. مثال میزنیم. توی پیدایش 12 خدا به ابراهیم میاد یه وعده میده و باهاش ارتباط برقرار میکنه. براتون میخونمش آیه 1 و 2. خداوند به ابراهیم فرمود ولایت خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را به آنجا هدایت خواهم نمود برو. من تو را پدر امتی بزرگ میگردانم و تو را برکت میدهم و نامت را بزرگ میسازم، تو مایه برکت بسیار خواهی بود. پس این وعده خدا هست به ابراهیم. بعد رابطه دوباره شخصی خدا با اسحاق ببینیم توی پیدایش 26 آیه 2 و 3. خدا در آنجا به اسحاق ظاهر شده گفت به مصر نرو، چنانچه و آنچه میگویم انجام بده. در این سرزمین همچون یک غریبه بمان و من با تو خواهم بود، تو را برکت خواهم داد. من تمامی این سرزمین را به تو و نسل تو میبخشم و بدین ترتیب به سوگندی که به پدرت ابراهیم دادم وفا خواهم کرد. میبینیم که خدا خودش دوباره شخصاً به اسحاق ظاهر میشه و دوباره بهش وعده‌ای رو که به پدرش داده بوده با اون هم تکرار میکنه. و در آخر توی پیدایش 28 میبینیم که خدا دنبال یعقوب هم میاد. توی پیدایش 28 12 تا 15 میخونیم.
در خواب نردبانی را دید که پایه آن بر زمین بود و سرش به آسمان میرسد و فرشتگان خدا از آن بالا و پایین میروند و خداوند بر بالای نردبان ایستاده است. پس خداوند چنین فرمود: من خداوند خدای ابراهیم و خدای پدرت اسحاق هستم. زمینی که روی آن خوابیده ای از آن توست. من آن را به تو و نسل تو میبخشم. فرزندان تو چون غبار زمین بیشمار خواهند شد. از مشرق تا مغرب، از شمال تا جنوب را خواهند پوشانید. تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت. هر جا که بروی من با تو خواهم بود و از تو حمایت نموده دوباره تو را به سلامت به این زرزمین باز خواهم آورد. تا آنچه به تو وعده داده ام را به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. پس داریم می‌بینیم که خدا میاد به ابراهیم یه وعده میده، به اسحاق یه وعده میده، با اونها ملاقات میکنه، با یعقوب هم همینطور میاد، هم با اون ملاقات میکنه هم بهش وعده رو میده. میبینیم که یعقوب به خاطر اینکه پدرش اسحاق بود و نوه ابراهیم بود این کافی نیست. خود یعقوب شخصاً باید با خدا ملاقات کنه و اون وعده رو شخصاً از خدا دریافت کنه. خدا چه قشنگ داره به این سه نفر میگه من با تو خواهم بود، نترس، برو یا بمون. یه دستور بهشون میده، بعدم میگه نترس، من با تو هستم. همونجور که عیسی بارها تو عهد جدید میگه. عیسی بارها تو عهد جدید به ما چی میگه؟ میگه نترس، من با شما هستم. توی متی 28:19 اونجا هم همینو میگه تا بروید همه قوم‌ها را بشارت دهید، من با شما خواهم بود تا آخرین نقطه دنیا هم که بروید. پس خدا فرزند میخواد، نوه و نتیجه نمیخواد و ما باید فرزندان خدا بشیم. در مورد رابطه چند تا نکته رو بگم. رابطه اول دو طرفه هست. رابطه وقتی بخوایم با یه نفر رابطه داشته باشیم، رابطه‌مون دو طرفه هست. رابطه یک طرفه نمیشه و مثل دادن و گرفتنه، مثل داد و ستد هست. بهترین مثال برای من به شخصه در رابطه ازدواج بود، ازدواج انسانی، و همین رو میتونیم توی کلیسا ببینیم. موقعی که میاد از ازدواج کلیسا با مسیح صحبت میکنه، میدونیم که موقعی که از ازدواج انسانی صحبت میکنیم، حتی تو کتاب مقدس میگه که وقتی انسان ازدواج میکنه با همسرش، هر دو یکی میشن، با همدیگه در اتحاد میمونن. همینطور هست توی ازدواج کلیسا با مسیح. قرار ما مثل مسیح بشیم. کلیسا قرار بدن مسیح باشه و مسیح سر کلیسا هست. یعنی چی؟ یعنی هر دو یکی میشیم. و این خیلی قشنگه. این کلمه ازدواج واقعا کلمه مقدسه. کلمه رابطه کلمه مقدسیه. اگه ما رابطه صحیح و مداومی با خدا داشته باشیم، این به روابط ما با دیگر انسان‌ها بست پیدا میکنه. ما وقتی رابطه سالمی با خدا داشته باشیم، میتونیم با همسایه‌هامون هم رابطه سالمی داشته باشیم، میتونیم رابطه خوبی داشته باشیم، مسالمت آمیز باشه رابطمون. میدونیم که یکی دیگه از معانی صلیب رو ما میگیم چی؟ میگیم محبته. خدا ما رو محبت کرد که ما دیگران رو محبت کنیم. همینطور میتونیم بگیم که خدا با ما رابطه برقرار کرد که ما هم با دیگران رابطه برقرار کنیم. و توی 10 فرمانی که خدا به موسی داد، توی خروج 20 میتونیم اونو بخونیم. میبینیم که 4 تا از فرامین در رابطه با خدا هست، در رابطه با رابطه ما با خدا هست، و 6 تای دیگه در رابطه ما با بقیه انسان ها هست که من اسمش گذاشتم رابطه خصوصی ما با خدا و رابطه اجتماعی ما با دیگران. به اون 4 تا قوانین میگیم رابطه خصوصی ما با خدا، و به اون 6 تای دیگه میگیم چی؟ رابطه اجتماعی ما با دیگر انسان ها. یه نکته دیگه، اگه بتونیم با پدر آسمانیمون رابطه برقرار کنیم، خدای پدر ما رو کمک میکنه که ما بتونیم پدر زمینیمون رو رابطه بهتری باش داشته باشیم، یا اینکه رابطه رو دوباره بسازیم. خیلی وقتا مخصوصا بین ما ایرانی‌ها و افغانی‌ها و فارسی زبون‌ها پیش میاد که رابطه خوبی با پدر زمینیمون نداریم. خیلی ها میان به من میگن که حتما اینو تو موعظت بگو و
یادی کنیم ازش که خدا هست که فقط میتونه رابطه ما با رابطه پدر زمینیمون رو بازسازی کنه. در صورتی این محقق میشه که ما بتونیم رابطه درستی با خدای پدر رو داشته باشیم. اگه بتونیم رابطه درستی با خدای پدر داشته باشیم، اون ما رو کمک میکنه تا رابطه با پدر زمینیمون هم بازسازی کنیم. و این رو لطفاً از یاد نبرین، این یه بخششه که این خودش یه فیضیه که خدا به ما میده. اگه بتونی پدر زمینیت رو که در حق تو یا خانوادت بدی کرده بتونی ببخشی، این یک فیضه، بخشش یه فیضه که خدا به تو داده. و موقعی که میبخشی تو خودت آزاد میشی دیگه. اون تو ذهنت هی نمیاد اذیتت کنه، هی نمیاد بخوره مغزتو. یه بار میبخشی و فراموشش میکنی دیگه. لازم نیست هی بخوای در موردش فکر کنی پدر من این کارو کرد، پدر من اینجوری بود، پدر من این کارو کرد، با مامانم این کارو میکرد. ببخش و فراموشش کن. یه نکته دیگه، رابطه ما با خدا باید بر همه جنبه‌های زندگی ما اثر بذاره. این رو توی نهمیا 10 میبینیم، اونجایی که قوم اسرائیل میاد با خدا پیمان دوباره میبنده و اونها قول میدن به خدا. میگه خدایا ما دیگه این کارو نمی‌کنیم، خدایا ما دیگه همسایه‌مون رو اذیت نمی‌کنیم، زنا نمی‌کنیم، دزدی نمی‌کنیم. میان اونجا به خدا قول میدن که با دیگران رابطه خوبی داشته باشن. و این خیلی مهمه که رابطه ما با خدا باید توی زندگی ما خودش نمایان کنه. خیلی وقتا خیلی هستن میان به کلیسا، میگه چرا اومدی کلیسا؟ میگه خوشم میاد از مسیحی‌ها. مسیحی‌ها یه جور دیگه هستن، مهربونن، محبت دارن. خب خیلی قشنگه. این از کجا حاصل میشه؟ وقتی که تو رابطت با خدای پدر درست باشه، اون موقع میتونی جلال خدا رو نمایان کنی. اون محبتی رو که خدا به تو کرده تو هم میتونی به بقیه نشون بدی. و بعضی وقتا به هر حال ما انسانیم، بعضی وقتا سست هستیم. روابط ما با دیگر انسان‌ها بر ایمان ما هم تأثیر میذاره. فرق میکنه که من همیشه با انسان‌های ایماندار بگردم یا که همیشه توی کازینو و دیسکو و نمیدونم فلان و اینا باشم با کسای دیگه بگردم. این روابط ما با انسان‌های دیگه فرق میکنه و اثر میذاره روی ایمان ما. توی داوران مثالشو میخونیم، توی داوران 5:3-7 میگه پس اسرائیلی‌ها در میان کنعانی‌ها و هیتی‌ها و اموری‌ها یا عمری‌ها یا فریزی‌ها و حوی‌ها و یبوسی‌ها ساکن شدند. مردم اسرائیل به جای اینکه این قبایل را نابود کنند با ایشان وصلت نمودند. رابطه ناسالم. خدا بهشون گفت برو نابودشون کنید، ولی اینا رفتن باشون وصلت کردن. مردان اسرائیلی با دختران آنها ازدواج کردند و دختران اسرائیلی به عقد مردان ایشان درآمدند و به این طریق بنی اسرائیل به بت پرستی کشیده شد. مردم اسرائیل خداوند خدای خود را فراموش کرده دست به کارهایی زدند که در نظر خداوند زشت بود و بت‌های بعل و عشیره را عبادت کردند. دقیقاً مثالش داره میزنه. پس مهمه با کی میگردی، کجا میری، چی کار میکنی. لطفاً دوستان خودتون رو آگاهانه انتخاب کنید. این مهمه. با کی میگردی، با کیا داری میگردی، با کیا رابطه داری. بعضی موقع هست، نمیگم با آدمای بد اصلا نگردین، اتفاقاً عیسی اومد همین کارو کرد. عیسی اومد فقط با گناهکارا گشت. چرا؟ چون جنبهشو داشت. ولی من به شخص خودم ممکنه جنبهشو نداشته باشم. من اگه برم بشینم بغل دست یک آدم بعد، ممکنه من به بدی کشیده بشم. این رو در نظر بگیرید. هممون انسانیم، سست هستیم، بعض وقتا میافتیم. سعی کنید بیشتر با آدمایی رابطه داشته باشید که سازنده باشن براتون، که شما رو بالا بکشن، نه که شما رو پایین بکشن. یه نکته دیگه مدیریت رابطه است که توی مزامیر 26:4 اونو میبینیم. میگه با مردان نادرست همنشین نمیشوم
و با اشخاص ریاکار رفت آمد نمی کنم. از بدکاران نفرت دارم و با شریران معاشرت نمی کنم. روابطتون رو لطفاً مدیریت کنید. با کیا میگردید، با کیا نمیگردید. یه سوال دیگه که خیلی پیش میاد، روابط در آسمان چجوریه؟ از دین قبلی که ما اومدیم، خب همه میگن که میریم بهشت، اونجا حوری هست، روابط داریم اونجا، حوری مشروب، روابطی که تو بهشت میبینید. ولی توی مرقس 12:25 میخونیم که زیرا هنگامی که مردگان برخیزند نه زن میگیرند و نه شوهر اختیار میکنند، بلکه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود. خیلی قشنگه. این فرق دین قبلیمون رو با مسیحیت میتونیم ببینیم که اونجا میگفت که تو میری بهشت، اونجا تا دلت بخواد روابط داری با زنا و مشروب میتونی بخوری. ولی عیسی چی میگه؟ میگه اونجا اصلا جنسیت و رابطه مهم نیست، اونجا فقط تمرکز روی رابطه تو هست با پدر. اونجا میری تو آسمان، قراره چیکار کنی ما تو بهشتمون؟ تو بهشت مسیحیت چیه؟ قراره بری اونجا خدا رو پرستش کنی. خیلی قشنگه که تو میخوای بری اونجا با خدا رابطه داشته باشی و خدا رو پرستش کنی. یه نکته دیگه، رابطه با دیگر ایمانداران. توی رومیان 12:5 بدن مسیح یعنی کلیسا نیز اعضای گوناگون دارد و ما که بسیار هستیم اعضای بدن او را تشکیل می‌دهیم و به یکدیگر تعلق داریم. میگه ما هم کلیسایی‌ها اعضای بدن مسیح هستیم و متعلق به همدیگه هستیم. باید برای همدیگه حاضر باشیم. یه موقع کسی از نیاز به دعا داره، یه موقع کسی از در سختیه، یه موقع یکی از پول لازم داره، ما باید براش حاضر باشیم. و نکته آخر توی افسسیان 6 روابط بین فرزندان و والدین رو میخونیم که فرزندان نسبت به والدین باید چجور باشن و والدین نسبت به فرزندان باید چجور باشن. خب مراحل رابطه رو میخوام بگیم که یک رابطه اصلا از چجوری شروع میشه و به کجا قرار ختم بشه. رابطه از آشنایی شروع میشه، میرسه به حرف زدن، بعد میرسه به رابطه عاطفی یا نامزدی و بعد هدف از رابطه چیه؟ ازدواج. آشنایی رو من میگم که پیغام شنیدن انجیل، یعنی که ما آشنا بشیم که اصلا خدای مسیحیت چیه. این پیغام انجیل رو ما باید بشنویم اول. این میشه آشنایی. مثال انسانیش هم، مثلا من یک نفر رو یک بار دیدم، اسمش رو شنیدم و میگم آره فلانی رو نمیشناسم، ولی در این حد میدونم که اسمش اینه، از کجا اومده فلان اینا. آشنا شدم باشه، حداقل اسمش رو میدونم از کجا اومده. حرف زدن دعا کردن ما هست. وقتی که ما با خدا حرف میزنیم، از طریق دعا میتونیم به سمت حرف زدن با خدا بریم. از طریق دعا هست که با خدا حرف زنیم. جمله‌ام الان درست شد. و دعا کردن حالا کامل توضیح میدیم، میریم توش. هم میتونیم توی خلوت خودمون دعا کنیم، هم میتونیم توی جمع دعا کنیم. ولی مهمه که با ایمان دعا بکنیم و با جدیت دعا کنیم. بعدش شناخته. ما اول آشنا میشیم، صحبت میکنیم، بعد یه شناختی از همدیگه به دست میاریم. مثلا موقعی که من و نوید بار اول همدیگه رو دیدیم، شروع کردیم با همدیگه صحبت کردن. اول آشنا شدیم، من الکسم، من نوید هستم. شروع کردیم با همدیگه صحبت کردن. بعد یه مقدار شناخت از همدیگه به دست آوردیم. و شناخت ما از خدا چجور حاصل میشه؟ مهمترین چیزی که خدا به ما داده برای شناختش کلامشه. ما با خوندن کلام خداوند میتونیم اون رو بشناسیم و اینکه میتونیم بهش گوش کنیم. همینطور که گفتیم رابطه دو طرفه هست. قرار نیست من فقط بشینم با خدا صحبت کنم، ای خدایا شکرت، من اینو میخوام، فردا امتحان دارم، فردا فلان دارم،
برای کار کمکم کن، برای خانواده کمکم کن، خداحافظ. برم. رابطه دو طرفه است. حرفتو زدی، حالا گوش کن. اگه توی با یک نفر رابطه داشته باشی که فقط داره برات حرف میزنه، عکس العمل تو چیه؟ ولش میکنی میری دیگه. میگه چقدر برام حرف میزنه. مسلما خدا اینجوری نیست. خدا با صبر به ما گوش میده. ولی شاید خدا هم بخواد به تو یه چیزی بگه. 2 دقیقه بشین گوش کن. مهمه که حرفتو با خدا بزن و به خدا گوش بده. به این میگن رابطه. این که فقط دعا بکنی، بهترین دعا رو بکنی، به این نمیگن رابطه. رابطه دو طرف است. این رابطه تو با همسرت. تو حرف میزنی و بهش گوش میدی. با خدا حرف بزن، بهش گوش بده. و بعد از شناخت میرسیم به رابطه. رابطه با خدا رو بهترین نمونهش همون خنوخ من میتونم بگم که خنوخ با خدا زندگی میکرد. خنوخ با خدا میزیست. چجور میتونیم با خدا زندگی کنیم؟ وقتی که هر روز صبح از خواب بلند میشم، با خدا شروع کنم صحبت کردن، بهش گوش بدم، همه اینا رو بهش میپردازیم و قلبم در کل روز با خدا باشه. خدایا من میخوام این کار رو انجام بدم. پدر طبق اراده تو هست یا نه؟ خدایا من میخوام فلان کار رو بکنم. خدایا امروز آدمای خوب رو بذار سر راه من. خدایا به فلانی کمک کن. برای دیگران هم ما اجازه داریم دعا کنیم. و بعدش ازدواجه. ازدواج گفتیم به معنی یکی شدنه. توی پیدایش میخونیم میگه وقتی که انسان ازدواج میکنه با زنش یکی میشه. این اتحاد در ازدواج هست. همونطور که گفتیم یکی شدن با معشوقه. و ازدواج رو میتونم بگم یکی شدن با عیسی هست. خب نکته دومی که داشتیم گفتیم از عیسی میخوایم الگو بگیریم. اون 2 سوال اولی که گفتیم بهترین الگو برای ارتباط با خدا کیه؟ عیسی. چرا؟ چون عیسی پدر رو خوب میشناخت. تنها کسی که پدر رو میشناخت عیسی بود. یه نگاه کوتاه بکنیم به زندگی عیسی. اول تولد عیسی رو می‌بینیم، فقط دارم تیتروار میرم جلو. اول تولد عیسی رو می‌بینیم، بعد تعمید عیسی. وقتی تعمید میگیره عیسی از روح القدس پر میشه و در روح القدس رو دریافت میکنه. بعد بلافاصله میره به بیابان، اونجا وسوسه‌های شیطان هست، آزمایش میشه. بعد از پیروزی بر شیطان فرشتگان میان به عیسی خدمت میکنند و مأموریت عیسی شروع میشه. و بعدش هم که مرگ روی صلیبه. پس این از تولد تا مرگ عیسی. خب مأموریت عیسی چی بود؟ مأموریت عیسی اولیش اعلام پیغام خدا بود. توی متی 4:17 از آن هنگام عیسی به اعلام پیغام خدا شروع کرد که از گناهان خود توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک شده است. پس اولین مأموریت عیسی اعلام پیغام خدا بود. پیغام خدا چی بود؟ توبه کنید، بازگشت کنید به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی خدا دوست داره که ما دوباره بهش برگردیم، به سمت اون برگردیم، باش رابطه داشته باشیم. دومیش عیسی همون راه نجات و نقشه ازلی خدا برای نجات انسان گم شدن، برای انسانی که افتاد تو گناه. عیسی همون بره قربانیه که باید روی صلیب میرفت به خاطر گناهان من و تو. و عیسی به خاطر ما اومد، حقیر شد، شکنجه شد، زجر کشید، مصلوب شد و مرد. عیسی چی میگه توی یوحنا 14:6؟ عیسی میگه من راه و راستی و حیات هستم. کسی نمیتواند نزد پدر بیاید مگر به وسیله من.
پس اگه ما اینجا هستیم، پدر توی آسمونه، این وسط یک راه وجود داره برای رسیدن به پدر و اسم این راه عیسی است. تو آیه 7 یوحنا 14 عیسی ادامه میده، میگه اگر میدانستید من کیستم، آنگاه میدانستید پدرم کیست. اما از حالا به بعد او را میشناسید و او را دیده اید. خیلی جمله مهمیه، جمله بزرگیه. اول میگه چی؟ اگر میدانستید من کیستم. عیسی کیه؟ پسر خدای پدر. خودش خداست و پسر خدای پدره. آنگاه میدانستید پدرم کیست. چجور ما با شناخت عیسی میتونیم بفهمیم که پدر کیه؟ عیسی جلال و شکوه خودش رو توی آسمون رها کرد، اومد روی زمین که پلن خدای پدر رو روی زمین عملی کنه. و از شناخت عیسی هست که میتونیم به شناخت پدر برسیم. بعدش میگه از حالا به بعد او را میشناسید و او را دیده اید. ولی تو کتاب مقدس ما چند تا آیه داریم که میگه هیچ کس پدر را ندیده. پس چجور او را دیدیم؟ عیسی را دیدیم. چون ما جلال پدر رو روی زمین دیدیم. عیسی را دیدیم. توی یوحنا 10:9 عیسی میگه من در هستم. کسی که از این در وارد می شود نجات پیدا می کند. و توی اول پتروس 2:24 می خونیم. میگه او بر روی صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته و زندگی پاکی داشته باشیم. همان که به زخم‌هایش شفا یافته اید. پس عیسی باید مصلوب می شد که من و تو در نظر خدای پدر بیگناه حساب بشیم. چجوری؟ فکر کنم پارسال هم اینو گفتم عیسی، یک مثالی که من براش میزنم مثل یه عینکه. شما وقتی عینک دودی میزنی همه چی رو سیاه میبینی. خدای پدر وقتی عینک عیسی رو میزنه همه رو بیگناه میبینه. از طریق عیسی هست که ما میتونیم به پدر برسیم. سومین چیزی که تو مأموریت عیسی میتونیم ببینیم شفا و معجزات عیسی با قدرت روح القدسه. توی مرقس 3:30 میخونیم عیسی این را به این علت گفت که مردم به جای اینکه معجزات او را ناشی از قدرت روح القدس بدانند میگفتند که او به قدرت شیطان معجزه میکند. پس عیسی با قدرت روح القدس معجزه میکرد، شفا میداد، زنده میکرد. همه اینها با قدرت روح القدس بود. به خاطر همینه که توی تعمید عیسی باید روح القدس رو دریافت میکرد. عیسی خود خدا بود ولی جلال و شکوهش رو گذاشت تو آسمون، اون خودش به عنوان انسان اومد رو زمین، عین من و تو. به همین خاطر به روح القدس احتیاج داره. عیسی به عنوان یک انسان به روح القدس احتیاج داره. با قدرت روح القدس که اون میتونه معجزه کنه، شفا بده و مرده رو زنده کنه. میبینیم که بعد به شاگردانش هم روح القدس رو میده، اونها میرن مردم زنده میکنن. پس اگه معجزه‌ای اتفاق میفته بستگی به من و تو نداره. کار روح القدسه، جلال خدا هست که داره از طریق من و تو مکاشفه میشه. توی یوحنا 10:25 میگه معجزه هایی که به قدرت پدرم میکند ثابت میکند که من مسیح هستم. میدونیم که اون زمان عیسی برای یهودیا اومد و یهودیا منتظر مسیح بودن ولی عیسی رو به عنوان مسیح قبول نداشتن. اونا منتظر یک پادشاه بودن. میگفتن عیسی رو که ما میشناسیم، عیسی ناصری تو ناصره بزرگ شد، پدر مادرش رو میشناسیم، این اون مسیح نیست. عیسی داره میگه چی؟ میگه حتی اگه دارم به قدرت پدر معجزه میکنم ثابت میکنه که من مسیح هستم. چهارمین نکته توی مأموریت عیسی اومد که خدای پدر رو به ما بشناسونه. توی یوحنا 1:18 میگه کسی هرگز خدا را ندیده اما پسر یگانه خدا که قلب پدرش
به او نزدیک است او را به ما شناسانید. پس عیسی میاد که خدا رو به ما بشناسونه، ما رو به شناخت برسونه. گفتم که عیسی، پدر و روح القدس در ذات یکی هستند، هر سه خدا هستند و با هم ارتباط دارن. اونها یه نقشه برای نجات انسان داشتن. قبل از آفرینش خدا میدونست که انسان سقوط میکنه و نقشه نجات انسان رو از همون قبل از آفرینش کشیده. پدر عیسی رو به این جهان میفرسته. عیسی آزادانه این رو قبول میکنه و شکوه جلال خودش رو تو آسمان ول میکنه، میاد به این جهان، حقیر میشه، شکنجه میشه، درد میکشه و در آخر هم مصلوب میشه. ولی بعد از 3 روز با قدرت روح القدس قیام میکنه. هللویا. این خیلی مهمه. عیسی میاد تو این جهان، میمیره، کفاره گناهان ما رو میده، ولی بعد به قدرت روح القدس قیام میکنه. توی یوحنا 17-18 عیسی میگه همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، پس پدر عیسی رو به جهان فرستاد. توی عبرانیان 2:9 اما عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون بر اثر فدا کردن جان خود در راه ما خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته. بله، به سبب فیض خدا عیسی به جای تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید. پس می‌بینیم که عیسی کوچیک شد، حقیر شد. خیلی‌ها با طرز فکر دین قبلیمون میگن نباید بگیم. میگیم عیسی خداست، بعد میگه حقیر شد، کوچیک شد. آره. عیسی جلال و شکوهش رو تو آسمون رها کرد، اومد روی زمین خودش رو کوچیک کرد. میگه اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت. توی یوحنا 10:17 عیسی میگه پدرم مرا دوست دارد چون من جانم را میدهم و باز پس میگیرم. میگه درسته جانم رو میدم ولی دوباره جانم رو پس میگیرم. 18 کسی نمیتواند به زور جان مرا بستاند، من داوطلبانه آن را فدا میکنم، زیرا اختیار این را دارم که جانم را فدا کنم و اختیار آن را دارم تا آن را باز پس بگیرم. این اختیار را پدرم به من داده. پس دوباره داره میگه، عیسی داره میگه من داوطلبانه دارم میرم رو صلیب. یه نکته، اگه عیسی داوطلبانه داره میره رو صلیب، پس اون دعایی که تو باغ گتسیمانی داره میکنه چیه؟ چرا اونجا اینقدر ترسیده، خون عرق میکنه و توی جنگ روحانیه؟ عیسی داوطلبانه میاد میخواد بره رو صلیب، ولی اینجا یه انسانه. دوباره تو باغ گتسیمانی که داره میره، اونجا شیطان میاد پیشش، شروع میکنه بهش توضیح میده، میگه تو روی صلیب میری همه گناهانو باید به خودت بگیری. اونجا که تو گناهکار میشی رابطت با پدر قطع میشه. به خاطر اینه که عیسی اونجا انقدر اضطراب داره، انقدر استرس داره، فقط به خاطر اون لحظه که رابطش با پدر قطع میشه. میبینیم که روی صلیب خود عیسی میگه ای پدر چرا من رو تنها گذاشتی؟ چرا پدر اونجا اونو تنها گذاشت؟ چون عیسی گناهکار بود. همونطور که وقتی آدم و حوا تو باغ عدن گناه کردن، رابطهشون با پدر قطع شد، دچار مرگ روحانی شدن. روی صلیب هم چند لحظه خدای پدر عیسی رو ترک میکنه. چرا؟ چون گناهکار بود. بهتر بگم گناهان ما رو به دوش گرفت، چون عیسی گناهی نکرد تو مدت زندگیش. خب این همه جنگ و جدال و اینا به چه دلیله؟ اون نقشه رو از اول پیدایش خدا بکشه، بخواد ما رو نجات بده، عیسی بیاد رو زمین، بره روی صلیب. این همه داستان به خاطر چیه؟ چون خدا ما رو دوست داره. میرسیم سراغ هدف از خلقت انسان. خدا ما رو دوست داره و دوست داره با ما رابطه داشته باشه. همه این بحث در اینه. خدا دوست داره دوباره این رابطه رو بازسازی کنه.
رابطه عیسی با پدر رو ببینیم. عیسی پدر رو چجوری معرفی میکنه؟ توی متی 11:25 در این هنگام عیسی دعا کرد و فرمود ای پدر مالک آسمان و زمین، تو را سپاس باد. توی یوحنا 17:25 توی دعا برای شاگردان عیسی میگه چی؟ میگه ای پدر عادل. یه جای دیگه میگه چی؟ میگه پدر در من است و من در پدر، توی یوحنا 10:38. توی متی 11:27 میگه هیچ کس به راستی پسر را نمیشناسد جز پدر و هیچ کس به راستی پدر را نمیشناسد جز پسر. داره چی رو نشون میده؟ رابطه‌شو با پدر داره نشون میده. میگه هیچ کس پدر را نمیشناسه جز من، هیچ کس منو نمیشناسه جز پدر. چند تا آیه داریم که پدر و پسر میان همدیگر رو جلال میدن. توی یوحنا 17:1 ای پدر ساعت آن رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. توی تعمید عیسی متی 3:17 اون آیه معروف میگه صدای از آسمان شنیده شد که گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. توی ملاقات عیسی با الیاس و موسی بالای کوه توی متی 17:5 میگه ندایی از آسمان رسید که این است پسر عزیز من که از او بسیار خوشنودم، به او گوش فرا دهید. در مورد دعا چند تا نکته رو میگم. دعا یاد گرفتنیه، به خصوص برای ما ایرانی‌ها و افغانی‌ها. توی دین قبلمون یه دعا داشتیم به اسم نماز، یه چیز تکراری بود، به یه زبان دیگه بود، اصلاً بلد نبودیم با خدا صحبت کنیم. اصلاً بلد نیستیم ما فارسی زبان‌ها با خدا صحبت کنیم. پس دعا یه چیزی یاد گرفتنیه. میتونیم بشنویم که دیگران چجور دعا میکنن، ما هم یاد بگیریم دعا کنیم. و این از شناخت میاد. وقتی پدرتو بشناسی، پدر آسمونی تو بشناسی، میتونی بعد شروع کنی با اون حرف زدن. عیسی به ما یه نمونه میده توی متی 6 دعای ربانی. میگه شما اگه خواستید دعا کنید این گونه دعا کنید. حتی به شاگرداش عیسی داره یاد میده که چجور دعا کنن. یه الگو بهشون میده. گفتیم هم میشه در جمع دعا کرد، هم در خلوت و هم ولی باید با جدیت و با ایمان باشه. توی متی 6:6 این رو میخونیم. میگه اما تو هرگاه که دعا میکنی به اتاقت برو، در را پشت سرت ببند و در خلوت دل به درگاه پدر دعا کن. آنگاه پدر آسمانیت که امور نهان را میبیند به تو پاداش خواهد داد. توی متی 21:22 میگه اگر ایمان داشته باشید هر چی در دعا بخواهید خواهید یافت. خب بریم سراغ برنامه عیسی. ببینیم عیسی چجور دعا میکرد. عیسی انسان بود روی زمین، اینو یادمون نره. عیسی به عنوان انسان روی زمین دعا میکرد. ببینیم عیسی چجور دعا میکرد. میخوایم ازش الگو بگیریم. عیسی 2 تا برنامه دعای مرتب خصوصی با پدر داشت. یکیش بهش میگیم رازگاهان، یکیش بهش میگیم شامگاهان. رازگاهان میشه همون دعای اول صبح، همون خلوت اول صبح با پدر. میتونی با پدرت صحبت کنی، با از پدرت بشنوی. به این میگن رازگاهان. توی مرقس 1:35 میبینیم صبح روز بعد وقتی هنوز هوا تاریک بود عیسی برخاست و تنها به جای خلوتی رفت تا در آنجا دعا کند. دقیقاً داره مثال رازگاهان رو میزنه که عیسی رازگاهان داشت. شامگاهان چیه؟ دعای آخر شب. یه جوری مثل برای بچه ها قصه شبه یا بوس شب بخیره. بچه رو وقتی میبری میخوابونی یه بوسش میکنی، میگی شب بخیر، میری میخوابی. این رو میتونی با پدرت داشته باشی، با پدر آسمونی. بوس شب بخیر رو از پدر آسمونی بگیر، بعد برو بخواب. چقدر قشنگ میشه. مثالش توی مرقس 6:46 پس عیسی مردم را مرخص فرمود و خودش به کوه رفت تا دعا کند. به هنگام غروب قایق شاگردان به وسط دریاچه رسیده بود و عیسی هنوز در تنهایی مشغول دعا بود. دقیقاً داره میگه از بعد از ظهر عیسی رفت به کوه که تنهایی دعا کنه و تا شب طول کشید.
خب چرا عیسی دعا میکرد؟ گفتیم عیسی به عنوان یک انسان رو زمین بود، نیاز داشت به این رابطه با پدر و به قدرت روح القدس بود که عیسی تونست مأموریت رو به پایان برسونه. عیسی کی و کجا دعا میکرد و رابطه عیسی با بقیه چجوری بود؟ اول عیسی میگه چی؟ یه جا هست میگه شاگرداش میان پیشش میگن مادرت و برادرانت اومدن. عیسی جواب چی میده؟ توی متی 12:48 عیسی میگه مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ سپس به شاگردانش اشاره کرد و گفت اینها مادر و برادران من هستند. پس اینجا داره اهمیت رابطه با هم ایمانا رو داره میگه که آقا اینها شما برادر و خواهرای من میشین در عیسی مسیح. شما خانواده روحانی من میشید در عیسی مسیح. پس اینکه تو کلیسا میگیم ما یه خانواده هستیم یه شعار نیست. این یک واقعیت و یک دستور عیسی است که ما باید قلبمون برای همدیگه بتپه. دعاهای عیسی رو میبینیم که مثلا تو دوباره که نان و ماهی رو برکت میده، عیسی دعا میکنه و برکت میده اون رو. دعای برکت میخونه برای اون غذا و بعد اون زیاد میشه و به همه میده. توی مرقس 6 و مرقس 8 این دوتا رو میبینیم. توی اخراج ارواح پلید توی مرقس 9:29 عیسی میگه این روح فقط با دعا کردن خارج میشه از بدن افراد. دعای عیسی برای شاگردان رو میبینیم توی یوحنا 17. دعای عیسی تو باغ جتسیمانی رو میبینیم توی مرقس 14 و دعای آخر عیسی روی صلیب رو میبینیم توی لوقا 23:34. انسان ها وایسادن دارن اون رو مسخره میکنن، میگن تو اگه خدا هستی بیا پایین. من تو ادعای خدایی نمیکردی، من تو نمیگفتی من پسر خدا هستم، بیا پایین. شراب ترشیده بهش میدن، مسخرهش میکنن، رداشو میارن پایین، پاره میکنن، رو قوره میندازن سرش، لباساشو تقسیم میکنن. ولی عیسی چیکار میکنه؟ دعا میکنه براشون. میگه ای پدر اینها رو ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند. و جمله آخرمو با یک آیه تموم میکنم تو اول تسالونیکیان 5:16 میگه همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، برای هر پیش آمد خدا را شکر بگویید، زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن مسیح باشید. 3 نکته: همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید و خدا را شکر بگید. با هم دیگه میتونیم بلند شیم دعا کنیم. ای خداوندم، ای پدر، شکرت میکنیم به خاطر اینکه تو پدر آسمانی ما هستی. ممنونیم ازت که پسر خودت عیسی مسیح رو فرستادی به این جهان که در راه ما، به خاطر گناهان ما روی صلیب بره. ممنونیم از اینکه این راهی رو که تو فراهم کردی خداوندا. شکرت میکنیم که تو از همون اول به فکر ما هم بودی و هستی. همین امروز هم هر روزه داری با ما راه میره خداوندا. ممنونیم ازت ای خداوند. متشکریم که در چشم تو ما ارزشمند هستیم خداوندا. ممنونیم به خاطر این رابطه‌ای که با تو داریم. ای خداوندا اجازه بده که بیشتر و بیشتر تو رو بشناسیم و بتونیم رابطه قوی‌تری رو با تو بسازیم. ای خداوندا شکرت میکنیم که روح مکاشفه و حکمت رو در ما زنده کنی و ما بتونیم از کلام تو بیشتر بفهمیم خداوندا و بتونیم طبق کلام تو زندگی کنیم. در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، با شکرگزاری. آمین. پدر جان، محبت تو آنقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چه بود. ای خداوندم، خواندی مرا فرزند خود کنی، هر روز محبت
محبتم نکنی ترک خداوندم، چون تو پدر من هستی. پدر جان محبت تو آنقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چه بود. ای خداوندم خواندی مرا فرزند خود، کنی هر روز محبتم نکنی ترک خداوندم، چون تو پدر من هستی. هم بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، هم بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب. یک بار دیگه اعلام بکنیم پدر جان محبت تو آنقدر عظیم است که من نمیدونم خداوندا، من نیاز دارم محبت تو رو بشناسم خداوندا. پدر جان محبت تو آنقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چه بود. ای خداوندم خواندی مرا فرزند خود، کنی هر روز محبتم نکنی ترک خداوندم، چون تو پدر من هستی. حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب، حمد بر نام قدوست باد، تو پادشاه هستی. تنها تویی رب الارباب. آمین آمین. تشکر میکنیم از برادرمون الکس به خاطر موعظه قشنگش و رابطه ای که با پدر داریم، اون چیزی که یاد گرفتیم از موعظه برادرمون که رابطمون رو درست کنیم. بشینید هنوز تموم نشده هنوز کار داریم. همونجور که رابطمون با پدر آسمانیمون هر چقدر درست کنیم، به قول برادرمون الکس، هر چقدر اون رابطه درست باشه، رابطمون با مردم، همسایه، همکار، پدر زمینی، برادر و خواهر و اینا هم درست میشه. و اینکه پدر قلب ما رو میخواد و اینکه کاری که میگه انجام بدی، نمیگه که این کار رو انجام بده برای من، چون نیازی نداره. من 3 هفته پیش پدرم بودم، با هم 1 هفته بودیم و وقتی باهاش بیرون میرفتم و میخواستم چیزی واسش بگیرم بهش بر میخورد. اون پدر منه، من پسر اونم و اون هیچ وقت از سر غرور و از سر اینکه چیزی نیاز داشته باشه من نمیگه اینو بگیر. اما من باید اونقدر شناخت داشته باشم از خداوند خودم، از پدر خودم یا پدر زمینیم، بدونم که
چی اونو خوشحال میکنه، با چی شاد میشه، چی قلب اونو خوشحال میکنه. و این با ارتباط، با هم بودن، اینکه همیشه با پدر باشی، ارتباط داشته باشی، اون موقع است که تو وقتی دعا میکنی، اون وقتی نه فقط وقتی که نیاز داری، هر روزه باهاش هستی، اونو خوشحال میکنه. و اون نمیگی که هر روز برو 3 بار 5 بار نماز بخون، روزه بگیر، منو خوشحال کن. اون نیازی به اینا نداره. تو باید خدا رو بشناسی و طبق اون جلو بری و این باعث میشه که با قلبت در ارتباط باشی و بشناسیشو، بهش خوبی کن. نه گفتم مثل پدر زمینی، من و شما بچه های پدرامون هستیم و اینجوری نیست که پدر بگه اینو بخر، اگه اینو بخری من خوشحال میشم. فکر نکنم هیچ کدوم از پدرای ما همچین چیزی به ما گفته باشن یا با این خوشحال بشن. اما وقتی تو پدرتو میشناسی و یک هدیه‌ای میگیری که واقعا طبق علایق اون که از روی شناخته میخری، اون واقعا اونجاست که خوشحال میشه. بیایید شناختمون رو از خداوند، خدای پدر بیشتر کنیم و هر روزه با اون در ارتباط باشیم و قلبمون رو بهش بدیم. دعا میکنم و دعای برکت میکنم و دعوتتون میکنم طبقه پایین چای و قهوه و بیلیارد و فوتبال دستی است و بچه‌هایی که اینجا هستن با هم دیگه اونجا باشیم. خدا در شکرت بابت همه کسایی که برای تو خدمت میکنن، همه کسایی که برای تو و برای اینکه تو رو بیشتر و بهتر بشناسونن، خداوند موعظه میکنن، موعظه آماده میکنن، بشارت میکنن. خداوند شکر به خاطر امروز، به خاطر کلامی که امروز شنیدیم، آیه هایی که از کلام تو شنیدیم. خداوند بذار این کلامی که شنیدیم و مکاشفه‌ای که از کلام تو بود توی قلبمون باشه و قدرت رو بده که اونو توی زندگیامون بیاریم. خداوند تصمیم بگیریم رابطمون رو با تو خوب کنیم، تصمیم بگیریم که کسی که اول زندگیم و اون چیزی که مهمتر از همه چیه توی زندگیمون تو باشی. خداوند از تو برکت میخوام. خداوند برکت تو بریز برای همه زندگی خواهر برادرایی که اینجا هستن، خواهر برادرایی که از طریق یوتیوب برنامه ما رو میبینن. خداوند اون برکت بی پایان تو بریز خداوند و بهشون قدرت بده که ببخشن. خداوند اون برکتی که تو میدی و ببخشن برای کسایی که به اون نیاز دارن. خداوند بذار محبت تو رو ما بیشتر درک کنیم و وقتی محبت تو رو بیشتر درک کنیم خداوند میتونیم محبت کنیم. دعا کردم در نام عیسی مسیح، آمین. همه شما رو دعوت میکنم طبقه پایین با هم باشیم و بیلیارد و فوتبال دستی در پناه خدا باشید.